خدمات علاقه تاجیکستان همه موجگیر یا آنتن‌هایی را که در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نصب شده بودند به طرف تاجیکستان گردانده و از استفاده سیم کارت های شرکت های موبیلی کشور توسط گروه های تروریستی و افراطگرا جلوگیری کرده است. به این ترتیب به گفته آنها سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان در داخل کشور استفاده خواهند شد و هیچ کس در قلمرو افغانستان نمیتواند از خدمات این شرکت ها استفاده نماید. قبول شدن همین قرار حکومت جمهوری اسلامی که با خریدگیری سیم کارت و دیگر طلبات رو در این سال معین می‌کند با مقصد پیشگیری اساساً سوده شدن جنایت با استفاده از سیم کارت‌های بین‌المللی غیرقانونی فروخته شده و غیرقانونی به رسمیت داده شده قبول کرده شده است. این در حالی است که تا این اواخر شهروندان افغانستان بر راحتی می‌توانستند از خدمات سیم کارت‌های شرکت‌های موبیلی تاجیکستان استفاده کنند. سطح سیگنال در طرف افغانستان خیلی کم شده است و استفاده برای اونها در این از این جهت خیلی کم شده است. خدمات علاقه با تاکید به ناامنی‌های اخیر در شمال افغانستان از شرکت‌های موبیلی خواسته بود که فرستنده‌های خود را درونتر بیارند تا جنگیان از موج آنها استفاده نکنند.